من تا الان بارها تو این کانال گفتم سریال های ترکی هنجارهای اجتماعی و اخلاقی رو کاملا گذاشتن زیر پا. اینو با روش های مختلفی گفتم. با این حال مردم به نگاه کردن سریال های ترکی ادامه دادن. حداقل اطرافیان من این شکلی بودن. من امروز با یه سریالی اومدم که از لحاظ کثیف بودن میتونه با سریال یالا چاپکنی و قزلجیک شربتی رقابت کنه. من قبل از اینکه شروع کنم به گفتن در مورد سریال یه خواهشی دارم. اونم اینه که اگه کسی زیر 18 ساله تو این ویدیو، یعنی این ویدیو رو داره نگاه میکنه، لطفاً ببنده، یعنی ببندید، چون واقعا نمیخوام با روی کثیف من آشنا بشید. تو این ویدیو یکم میخوام تندتر حرف بزنم، به خاطر همین بهتر که ببندید. دمتون گرم اگه تا الان بستید. بریم ادامه ویدیو. خب اینجا یه دختر بچه‌ای داریم که مامان باباش همین تازگی از دست داده و با عمش اومده به یه عمارتی برای ملاقات کاری که اونجا بر خدمت کاری کنه. تا اینجا همه چی اوکی. خب اینجاش هم تو کلیش هست، ولی خب اوکی، زیاد مشکل نداره. اصل کاری از اینجا به بعد شروع میشه. این دختر بچه‌مون میاد توی اتاق این یکی دختر بچه‌مون. حالا شاید فکر کنی اینا با هم دوست میشن، بازی میکنن، این حرفا، ولی ببینید چی میشه. Peki Anır nasıl? Eşek gibi? At ol. İstemiyorum. Yürü. Hadi yürü. آقا پول در آوردن به چه قیمتی؟ اصلا بچه ها هیچی، بزرگسالا هم نباید این صحنه ها رو نگاه کنن. بی‌ناموسی تا اینقدر، واقعا تا اینقدر. آقا شما که قصدتون نشون دادن فرق طبقاتیه، چرا بچه ها رو میارید تو این؟ اونم با این صحنه، اونم با این روش. آقای سناریست، آقای داستان نویس، من ریدم تو اون مغزت که اینا رو جمع‌آوری کرده، اینا رو کرده یه سریال، و ریدم تو کله اون خانواده هایی که اجازه دادن بچه هاشون توی همچین پروژه‌ای بازی کنن. تازه این صحنه هنوز اولشه. من اصل کاری نشون ندادم به شما. بریم اصل کاری ببینیم. Ne yapıyorsun? Ben merak ediyorum, sen etmiyor musun? Hadi evcilik oynayalım. من دوست دارم ژانر ویدیوهای من فان باشه، یه کمی مردم باید خوشحال کنه، بخندونه. ولی اینا اصلا همچین اجازه ای نمیدن. واقعا شما قضاوت کنید این صحنه ها چیه؟ من چی بگم به اینا آخه؟ با 3 تا بچه که سناشون رو جمع کنی به 35 نمیرسه، اومدن صحنه های جنسی ضبط کردن. صحنه های جنسی. بفهمید من دارم چی میگم، واقعا بفهمید، متوجه بشید، خواهش میکنم. من وقتی این سریال رو داشتم نگاه میکردم به خدا کفری شدم از این، کفری میشدم از بعضی از صحنه‌هاش. من بعضی موقع انقدر اعصابم خورد میشد که فقط میخندیدم، قهقه میخندیدم. من واقعا نمیفهمم کانال های ترکیه، کانال های رسمی ترکیه و حتی جیم تیوی خودمون چجوری اینا رو پخش میکنن، چجوری روشون میشه اینا رو پخش کنن. جالبه همین سریال رو از کوچیک گرفته تا بزرگ شب میشینن کنن دوره هم نگاه میکنن به عنوان یه سریال خانوادگی. آخه این خانوادگی ریدم دهن شما. اینا بزرگ میشن بعد ببینین چی میشه. Siriz onu. Seni öldüreceğim bugün. Ne yapacağım ben bugün? خب این سری فوش نمیدم، آرومم، ساکتم، خوبه، همه چی اوکیه. بی‌ناموس، کثافت، عوضی. حالا میدونی این دعوا واسه چی بود؟ واسه این که یکی از 1000 تا گردنبند اون خانومی سنگ شکسته. کسایی که این سریال رو نگاه کردن شاید بگن سمی فقط اون گردنبنده نبود، اون لباس هم بود، لباسش خراب بود، درست نکرد اون دختره. من ریدم تو اون گردنبنده، ریدم تو اون سنگه، ریدم تو اون لباسه و ریدم تو اون دختره. خب از دختره بکشیم بیرون، بچسبیم به این پسر داستانمون. این پسر بعد از سالها زندگی کردن در لندن میاد ترکیه. اصلا هم با بقیه سریال‌های ترکی شبیه نیست، کاملا متفاوته. توی بقیه سریال‌های ترکی اکثرا از آمریکا میاد، ولی این از لندن میاد، این متفاوته. این پسر جوریه که
توی هواپیما هم بیکار نمیشینه. میگین یعنی چی؟ منم میگم یعنی این. Bunu da bir türlü beceremiyorum. Rica etsem takar mısın? Zevkle. Takarım. نمیدونم این فاز زنا چیه. توی هر فیلم و سریالی نمیتونن این کمربند کوفتی رو ببندن. باید یه نر باشه پیششون تا اونو انجام بده. حالا با همون دختر که نمیتونه کمربندش ببنده، این پسره میره توی دستشوی فرودگاه زارتان زورتان میکنه. توی دستشوی فرودگاه دقت کنید خواهشن. بعد از زارتان زورتان بازی دختره میگه عزیزم پسره لطفا شمارتو به من بده. بعد ببینیم پسر چی جواب میده. Numaramı almayacak mısın? O zaman sıradan olmaz mıyım? از کی اسم بی‌ناموسی شده متفاوت بودن. دنیای عجیبیه واقعا. خلاصه بعد همه اینا پسر میره توی فروشگاهی که برای خودش یک کت جدید بخره. حدس بزنین چی میشه؟ اون دختره همون روز، همون ساعت، همون دقیقه، همون ثانیه و همون جاست و اونم داره یه گوهای میخوره. کار خداست دیگه. واقعا این همه تصادف عادی نیست. یه دلیلی داره. باید کار خدا باشه واقعا. پسره که دختر رو دید رادارهاش باز میشه، میگه آره دختر خوشگل. زرتی میره سمتش و باهاش صحبت میکنه. بعد از کلی فکت زدن آدرس خونه‌ش رو توی کاغذ مینویسه، میده بهش. Akşam seni yemeğe bekliyorum. Eğer sen gelecek olursan emrine amade olmak isterim. واقعا دلم نمیاد که بگم. دختره میره خونه پسره ولی متاسفانه میره. توی این سریال دیگه چیا میشه من نگم برات، ولی خب قراره بگم. اختلاف طبقاتی رو کردن تو چشم ما. İncil'e var ya ödüm kopuyor bu akşam bir aksilik çıkacak diye. Sen bana bol bol dua et tamam mı? Yetim doğası tutarmış. اگه اون دختر پولدار بود بهش نمیگفتن یتیم، بهش میگفتن بیچاره بدون پدر مادر موند، خدا پدر مادرشو بیامرزه، پدر مادرشو زود از دست داد. هرچی میگفتن بجز یتیم. تیکه انداختن به قهرمان ملی ترکیه، قهرمان تیراندازی با تیرکمان، آقای مته گازوز. Mete gazozunu getiriyorum. حالا دختر شب میره جایی، شانسو ببین خونه پسر 2 قدمی همونجاست. 1 2. حالا این دختر تاق میره خونه پسره و به خاطر اینکه پسر یکم با این خوب رفتار کرد تاق سکس میکنن. در اصل میخواستن بکنن، انجام بدن، ولی نمیکنن. چرا؟ به خاطر اینکه پسره میفهمه که دختر اولین بارشه، اولین باره که میخواد سکس کنه. به خاطر همون میگه وای من عذاب وجدان گرفتم، من نمیتونم همچین مسئولیتی رو گردم بگیرم. Bu senin için ilk mi? Ben bu sorumluluğu alamam. بی‌ناموس تو هر جور کثافتکاری کردی توی دستشوی فرودگاه اون کار انجام دادی، بعد میای میگی که من نمیتونم انجام بدم، عذاب وجدان میگیرم، مسئولیت داره. سریال همینه، پر از کثافت. واقعا امیدوارم که عمق فاجعه رو تونسته باشم به شما نشون بدم. خب رسیدیم به آخر ویدیو. اگه از ویدیو خوشتون اومد و با حرفای من موافق بودید حتما ویدیو رو لایک کنید و حالا این وسط هم سابسکرایب کردید خیلی خوشحال میشم. بازم دمتون گرم. فعلا خدا حافظ.